سلام دوستان. بعد تقریبا فکر کنم 150 روز و خورده شاید باشه که من دارم ویدیو میذارم. از دی من دیگه ویدیو نذاشتم تا همین الان که داریم میبینین دیگه. اگه کسی ببینه البته هنوز که اینترنت دوستایی وصل نشده. می‌خواستم درباره چیزایی که به من گذشت صحبت کنم. اولین چیزی که اتفاق افتاد بعد از اعتراضات دی که شروع شد و این همه آدم مردن، جنگ که شروع شد نزدیک خونه ما یه پایگاه بسیج بود و طبیعتاً مورد اصابت قرار گرفت و من رفتم تو حموم که ارتباطی بهم اصابت نکنه. اونجایی که پناهگاه‌های فوق مدرن امنیتی برای ما درست شده و اونجا رو زدن و در و پنجره های ما خورد شد و من از حموم اومدم بیرون، دیدم که پنجره‌م وسط حال. رفتم طبقه بالا که مام بزرگم هستش و اومدم در رو زدم، دیدم که دری وجود نداره. بعد همه مردم اومدن تو خیابون و ما رفتیم پایین ببینیم خب چه اتفاقی افتاده. بعد مانی داشت تعریف می‌کرد که رفته بود اونجا و یه یارو اونجا بوده که میگفته داداش اینجا رو حداقل 10 بار زده. بعد مانی یارو گفته که آقا ما اینجا بودیم، ما 3 تا کلا صدا اومد. گفت نه حداقل 10 تا خورده. پک اپ برو. من داشتم گیم میزدم که این اتفاق افتاد و یه گیم گاردین آف گالاکسی واقعا خدا خوبه که سایت های داخلی باز بود برخلاف دیما. و بعد حکومت اینطوری بود که وا شرایط همینطوری براتون سخته، جنگی که من استارتش کردم، خب پس بیاین اینترنت هم براتون قطع کنم. روزای اولش من قشنگ داشتم دیتاکس میشدم. مثلا هی ترامپ میگفت که تنگه ترامپ و من تمدنم امشب نابود میکنم و با مشتی وادانا رو قطع کن. چرا وادانا رو قطع؟ بعد گفتیم که حالا که یوتیوب بسته است بذار بریم آپارات رو یه ذره بگردیم. و بعد کامنت های آپارات هم بسته بود. آخه مرد چی کار داری میکنی؟ چقدر دیگه کنترل روایت پسر؟ وای از این بله واقعا. یه بار چیزو میفرستی بعد میری نمیره، دوباره چیزو میفرستی بعد میری نمیره، که 10 دقیقه بعد دوباره میری تو چت پی وی یارو میبینی 4 بار اون پیام رفته. یه پیام مثلا یه دونه فایل مثلا 300 کیلوبایتی مثلا 10 دقیقه بعد وای میسادی، مخصوصا اگه شب بود، شب که همه از سر کار میمدن خونه اصلا دیگه بالا نمیاد. دم پویام گرم که یک وب اپلیکیشن که نمیتونم دربارش صحبت کنم چون فرست رولش اینه که درباره باشگاه مشتنی نباید صحبت کنم. یعنی گوشی خرید و شیرینی گوشی ما نداد. آقای مانی اگه اینو میبینی، چهارشنبه سوری که داشت میشد پیام اومد، حالا اگه اسو پیدا کردم براتون میذارم، نوشته بود که چهارشنبه سوری ممنوعه، نباید همچین کاری بکنیم. بعد رفتیم تو اون منطقه که زده بودن، یه دونه میز همونور پرت شده بود، رفتیم برش داریم. از یارو پرسیدیم که آقا میتونیم بیایم اینو برداریم و یارو گفت مگه نمیگن که نباید چهارشنبه سوری برگزار بشه؟ آیا شما خلاف قانون داری عمل میکنی؟ واقعا برو پکیرا. آقا مگه نمیگن که خوشحالی ممنوعه؟ به چه جرأتی داری تو خوشحالی میکنی؟ قانون داری؟ نه. این وسط هم همه استادای ما هر کدومشون توی یه پلتفرم ایرانی داشت یه چیزی اجرا میکرد. مثلا استادم اونس باورانمون توی ایتا و اون یکی نمیدونم تو سرو، یکی فقط من تو بله هستم دانشونی گرامی، جای دیگه این اکانت فیک بنده. کی میاد اکانت فیک تو رو بزنه؟ مشتی نمیدونم، فکر کنم 7-8 تا سریال و فیلم دیدم که احتمالاً یه ویدیو دیگه بگیرم که توش بگم چیا رو دیدم. چیز دیگه ای که نذاش من ابسترکت بشم اینه که با مانی و پویا رفتیم یه بار کوه و به نظر من بیایم برق پرو رو راه اندازی. آب پرو، هوای پرو که توش مقدار کمتری دی اکسید کربن داره. برای قطعی اینترنت گفته من که مسائل امنیتی داره. اولا که این همه فایروال و این چیز میزا وجود داره، بتسی و نمیری فایروال رو ردیف کنی. قطعی اینترنت به خاطر حمله سایبری وجود داره، ولی در حد مثلا چند ساعت یا حتی مثلا یه روز، نه دیگه فوقش یه روزه دیگه، نه اینکه مثلا 90 روز اینترنت رو روی 90 میلیون نفر رو بندی. مشتی آخه مثلا یه جای اون آدمای مهم لو نره، الان که یه نقطه قشنگ رو مپ کرده بودی. این چیه؟ والا جنگ هم که نبود، ما این سیستم بنزینمون 1000 با پانگی سپر 100 بار هک شد. میدونم که یه گزینه دیگه بازی از طریق لن بود که مانی میدونم با یه آدم خیلی رندوم سلام با داشمانی کار داشتم. ای دوباره اینترنت قطع شد که احتمالاً قراره بشه، اینو داشته باشین اکانت دیپسی که تونم لاگین کنی. آقا مگه نمیگن چیه اینترنت پرو؟
بعد شما نمیگی که برای امنیت این کار کردین، چطور هر کی پول میده به کانفیگ و اینترنت پرو دیگه امنیتش اوکی میشه؟ مشتی داخه مشتی رو داخه چی داری میگی داداش؟ آخه حرفاتو مزه کن، صحبت کن. آخه چی داری همین دیگه، هیچ بحث دیگه ای نمونه فعلا. خلاص.